سلام خوشگلا. ببخشید شما؟ دیشب تو پارتی با هم آشنا شدیم، خنگ خدا. شمارمو من بهت دادم؟ خب آره معلومه. حتما مست کرده بودم. منم همینطور، ولی خوش گذشت کنارت. خب اسم تو چطور می نویسن؟ یکم عجیبه. اسمم تیناست. آها آره همونه. میتونستی راحت بگی اسممو یادت رفته؟ خجالت نکش. آره راست میگی، ببخش. امشب یه آدم جذاب مثل تو قراره چیکار کنه؟ هیچی، لم دادم. کم کم میخوام بخوابم. تو چی؟ منم همینطور عزیزم. نمیتونم به کاری که دیشب کردیم فکر نکنم. پایه الان دوباره ببینمت. جدی میگی؟ ببین نمیخوام دروغ بگم. دیشب شمارمو به خیلی آدم دادم. قیافت چطوری بود؟ تو اون دختره با لباس قرمز بودی؟ نه، من یه تیشرت زرد پوشیده بودم با شلوار مشکی. تیشرت زرد و شلوار مشکی؟ یادم نمیاد همچین دختری رو دیده باشم. شاید چون دختر نیستم. این موضوع اذیتت میکنه یا هنوزم پایه‌ای ببینیم همون؟ بگو کجا بیام دنبالت؟